سلام خدمت همگی عزیزان، امیدوارم خوب و خوش باشید. در ویدیوی قبلی ما با داشبورد میزبان به صورت کلی آشنا شدیم و این ویدیو در رابطه به چگونگی ویرایش کسب و کار می باشد. شما برای ویرایش کردن کسب و کار خود در نخست باید به صفحه مربوطه آن بروید. برای رفتن به صفحه ویرایش کسب و کار شما دو گزینه دارید. در نخست با استفاده از سایت بار روی ویرایش کسب و کار کلیک می‌کنید و به صفحه مربوطه آن می‌روید. و در گزینه دوم شما از باتونی که تحت اقدامات سری وجود دارد استفاده می‌کنید و به صفحه مربوطه می‌روید. زمانی که به صفحه ویرایش کسب و کار می‌آیید، مشخصات متفاوت و مختلفی در رابطه با کسب و کار خود می‌بینید. در واقع تمام مشخصات کسب و کار شما لیست شده و شما می‌تونید او را به سادگی ویرایش کنید و ببینید. در نخست نوعیت کسب و کار شما نمایش داده میشه که این کسب و کار رستورانته و تحت نام پارمیز و شما میتونید نوعیت رو عوض کنیم و یا همین که میتونیم شهر خود رو عوض کنیم و این رستوران فعلا در شهر ایران باشه. بر علاوه نوع کسب و کار و شهر شما میتونید نام رستوران خود ببینیم و توضیحات و هر کدام از این قسمت ها میتونیم به سادگی تغییرات بدیم و یا ویرایش کنیم. بعد از اوی شما گزینه شماره تلفن رو داریم که شماره تلفن کسب و کار یا بزنس شما نشون میده که شما خیلی با سادگی با کلیک کردن روی باتون اضافه کردن شماره دیگر میتونید یک شماره تلفن دیگری هم برای کسب و کار خود اضافه کنید. و در بعد از اون ما بحث ایمیل داریم که اگر کسب و کار یا بزنس شما ایمیلی دارد شما میتونید ایمیل خود رو در این بخش به سادگی اضافه کنید و همچنین اگر شما وبسایت دارید وبسایت خود رو هم میتونید به سادگی و به راحتی اضافه کنید. و بعد از اون بخش شبکه‌های اجتماعی که شما میتونید صفحات اجتماعی و مجازی خود رو به این جگاه یا به این جگاه به تحت از این ها برسونید و ثبت کنید. در نخست ما فیسبوک داریم، اینستاگرام، توییتر، تلگرام. این رستوران هیچ کدام از اینا نداره و شما به کسب و کار یا رستوران خود رو میتونید به سادگی این همگی بخش ها رو اضافه کنیم و لینک صفحات مجازی خود این جگاه قرار بدیم. مثلا ما چند طور به گونه این مثال اضافه میکنیم. بعد از او اینپوت واتساپ داریم که شما به این جگاه خیلی به راحتی شماره واتساپ خود اضافه میکنیم. و بعد از این بخش عکس کاور رستوران شما میباشه، یعنی عکس عمومی رستوران شما که در این جگاه یک عکس آپلود شده و شما اگر بخواید که یک عکس تغییر بدین خیلی به راحتی یک عکس پاک میکنه و یک عکس دیگه از گالری خود یا از هر جایی که داریم اضافه میکنه. روی عکس کلیک میکنه و عکس به راحتی آپلود میشه و به این جگاه هم بعضی از توضیحات در رابطه به اینکه عکس شما چگونه باشه گفته شده. بعد از این بخش لوکیشن یا موقعیت داریم که در این جگاه شما آدرس کسب و کار یا بزنس خود رو مشخص میکنه. آدرس به طور مثال آدرس ازی رستوران، بانک مرکز، جنب کابل بانک و بر علاوه از این شما طول جغرافیایی یا عرض جغرافیایی خود رو میایم و مشخص میکنیم. بخش بعدی که در ویرایش کسب و کار وجود داره بخش خدمات یا سرویس های متفاوتیه که این کسب و کار شما داره. این خدمات از قبیل تحویل وای فای رایگان و لوژ خانوادگی و اینکه آیا این کسب و کار شما یک برای بانوانه و هر کدام از این بخش ها که کسب و کار شما داره شما میتونید به راحتی تیک بندازیم و اگر نداره تیکی رو برداریم. و در آخر هم بخش ساعت کاری داریم که شما ساعت کاری خود رو میتونید مشخص کنیم. به گونه مثال روز یک شنبه از ساعت 9 بجه قبل از ظهر تا ساعت 10 بجه بعد از ظهر و هر تایم دقیقه است و شما میتونید اگر برای یک روز دو تایم کاری متفاوت هم مشخص کنید. به گونه مثال از 9 بجه قبل از ظهر تا 2 بجه بعد از ظهر و بعداً تایم کاری دیگه از ساعت 6 بجه بعد از ظهر تا 10 بجه بعد از ظهر. و اگر یک روز کاری شما تیکی اوور داریم آن روز به صورت دیفالت به تحت عنوان روزهای بسته می و اگر مشخصات رستوران خود رو برای یک روز دادیم و میخواهید او برای همگی روزها اعمال بشه روی اعمال به همه که بزنید همگی روزها تحت امور مشخصات اعمال میشه. و در آخر هم شما روی باتون بروز رسانی رستوران کلیک میکنید و کسب و کار شما بروز رسانی میشه.